سلام دوستان عزیز، چنانه که از اخبارهای آخرین آگاهین، قضیه همون نفره که دختری 3 ساله رو یعنی دخترچه 3 ساله رو تجاوز کرد به انجام رسید. سود یعنی دادگاه به او حکم ابد جایز دانست و او رو به کنج زندان روانه کردند. ولی عین زمان وضعیت عائلوی همین عائله یعنی مادر کودک، خود کودک و شرط و شرایط زندگی آنها خیلی هم وضبین است و به کمک ما و شما محتاجند. بلوگرزن‌های تاجیک که کانال‌های گوناگون دارند یک کمی هم باشد سهم خود را گذاشتند و امروز ما از نام آن زن‌ها یک کم کمک به آنها برده رساندیم و از احوال دخترچه با خبر گشتیم. صاحب خانه میناداری خود را به شما میرساند. رحمت که در همین روزها دستگیری میکنید و اگر در آینده خواهید دستگیری کنید مرحمت. سخنهای مادر در اینجا هست و خودتون خوب گوش کنید و خلاصه برارید و به دخترک سلامتی کامل خواهانیم. امیدواریم که یگان تا شما بی‌طرف نمیمونید. انا شکریه را دیدین؟ شکریه چه دختره که شستره بیبی شبینه نینی شبینه. خیلی شکریه. خیلی بگو خاله جان. نگام برای حکومت خودم، برای وزیر کارهای داخلی که ویا یافتن جزاش دادن. من خلق خودم از زمین تا آسمان می ندارم که مرا قطعی دخترچم یاردم داده سیان مرا نپرداختیان دستگیریم دارم. هزار رحمتی کلان میگم و خلق تاجیکم. بچه‌هایی که در غریبن، برادرای من که در غریبن مرا دستگیری کردن، دختری مرا نگاه بین کردن. هزار رحمتی کلان شما میگم که مرا در این وضعیت تنها نموندم. التماس میکنم در بسیار کمکم رسانه. نیاز دارم به خوبیاتون، به دستگیریاتون، به یاردماتون. من نیاز دارم مرا در این حالت تنها نمونید. مرا دستگیری کنید به خاطر خداوند. ببین کنید، نگاه کنید، دلتان با من نصب همین کودک بسوزم. همین کودک مرا نگاه بین کنید. من بس 5 ماه رمضان دخترچه 3 ساله آمده زیدم. گفتم دیافتمش کودک ما اجاره میشینم. کوارتیر دارم، 3 فرزند دارم. بالای قکم بغلیم دختر مایی کار کردم. چی کار کردم من نمیدونم. یه مادر داغ دارم. فرزند با که جا برم با کی داد بگم توبتش کنم. میسوزم نفسش میگیرم. میترسم که نم برم. روزی دراز گشنه تشنه. اجاره قرض دارم، ابتکا قرض دارم. برای کودک درماندم کار کردن نمیتونم. برادرای یاردم کردنی باشیم در همی کارتای جیانم پرتای 42 76 22 00 16 47 49 29